چه اموری باید از پدر و مادر اطاعت کرد و در چه اموری نباید اطاعت کرد. اموری که مورد رضایت خدا، اطاعت خدا هستند، ما باید از پدر و مادر اطاعت بکنیم. اما جایی که نافرمانی خداست، پدر دستور میدهد که شما نماز نخوانید، پدر دستور میدهد شما شرک بکنید، مادر دستور به بدعت میدهد، به نافرمانی میدهد، اینجا اطاعت کردن لازم نیست، بلکه عدم اطاعت برای اون جوان، برای اون دختر و برای اون پسر ثواب. گاهی پدر و مادر دستور میدهند شما با فلانی قطع رابطه بکنید، با عمو، با دایی، با عمه، با خاله، با داماد، با همسایه. اما اگر اینجا از پدر و مادر اطاعت کردید، این گناه بزرگیه. پیامبر فرموده لا يدخل الجنة قاطع، هر کس که صله رحم را قطع بکند گناه کبیره است، وارد بهشت نمیشود. در چنین صورتی که سبب قطع صله رحم می شود نباید اطاعت کرد. گاهی مادر، به خصوص مادر دستور می دهد این چه همسری است که شما در خانه نگه داشتید، این چه خانمی است، اینو باید طلاق بدید، اگر همسرت را طلاق ندادید شیرم بر تو حرامه. آیا اینجا اطاعت از پدر و مادر لازم هست؟ نه خیر. جایی که ضرر دارد برای فرزندش، ضرر مالی، ضرر جانی، ضرر حیثیتی، اونجا اطاعت کردن درست نیست.